یعنی کسانی که در دنیا شرک میارن، به مخلوق سجده میکنن، به مخلوق رکوع میکنن، به نام مخلوق روزه نفل میگیرن، به نام مخلوق عبادت میکنن. در آیه شریف میگه که وقتی که اینا باز عذاب شدید الله را ببینن، باز تمام از اینا تسلیم میشن و میگن که ما ایمان آوردیم به الله و به وحدانیت و یگانگی الله. این امیال سیدی مرا که در تاجیکستان برادرای تاجیک هم که بشنون میگم والله استاد درست است. اگه ایرانی در ایران هم بشنون میگه یا الله بسیار خوب است، واقعا این حدیث صحیح البخاری هست، این حدیث صحیح مسلم است. از این خاطر اکثرا بدعت ها و شرکیات که در کشور ما و شما نشر شدن ایست که در پرل خشتی میرن صاحب یک کتابه که کسی نوشته کرده و نمونه صاحب در بین مردم چاپ کردن، نه روایتش معلوم است که حدیث از کجا گرفته، یک قصه را شروع کرده و بسیار مثلا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. باب دوم فصل اول درس 17 است از دروس عقیده که عنوانش است توحید یا یکتاپرستی. خب پیش از اینکه در دیگه بخشای توحید شروع بکنیم، اول میبینیم که توحید در لغت و در اصطلاح چی معنا میده. توحید علما میگن که اصلا از کلمه وحده گرفته شده، وحده، که معنای وحده به معنای انفراد، یکتایی، قطع، مثل مانند، شریک و همتا می باشه. پسی در لغت است که ما مثلا میگیم که انفراد یعنی به معنای مفرد بودن و یکتایی، قطع، مثل مانند، شریک و همتا. پس وقتی که ما توحید میگیم معنای ازی هست که ما با وحدانیت الله سبحانه و تعالی عقیده داریم، با یگانگی الله سبحانه و تعالی عقیده داریم، با قطع مثل مانند که یعنی ما قاطعا عقیده داریم که الله سبحانه و تعالی در ذاتش، در صفاتش، در افعالش، در عباداتش کسی شریک نداره. ایره چی میگن؟ ایره توحید میگن. و اینال کلمه وحده ای که مثلا ما توحید از کجا گرفتیم، چرا اصطلاح را استعمال میکنیم؟ ما همیشه باید فکر ما باشه که در عقیده ما هیچ چیز از دل خود باید جدید پیدا نکنیم. همیشه باید به قرآن رجوع بکنیم، همیشه باید به سنت رسول الله صلی الله علیه و رجوع بکنیم و حتی کلماتی را که ما استعمال میکنیم ادب با اعتقادات امیر تقاضا میکنه که هر کلمه‌ای را که ما استعمال میکنیم باید اصل در قرآن داشته باشه، اصل در سنت رسول الله هم داشته باشه. صحابه کرام که رهبرای ما و شما بودن و پیشوایای ما و شما بودن و اونا از ما که اسلام خوبتر میفهمیدن، اونا باید این کلمات اصطلاحات استعمال کرده باشن. پس وقتی که ما میگیم توحید، شاید شما براتون سوال بکنین که استاد این کلمه توحید میگین و این ترجمه کردین به معنای یکتاپرستی، آیا در قرآن آمده، آیا در احادیث آمده؟ میگیم بله صاحب. عنوان دادیم که کلمه وحده در قرآن کریم، در قرآن کریم کلمه وحده در چندین آیات آمده. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. میبینین اینجا کلمه چی آمده؟ وحده. فلما، پس هنگامی که رأوا دیدن بأسنا عذاب شدید مرا، قالوا میگوین که آمنا بالله وحده، ما ایمان آوردیم با الله سبحانه و تعالی که ذات یگانه هست یا با وحدانیت الله ایمان آوردیم. و کفرنا بما كنا به مشرکین، و کافر شدیم با آن چیزی که ما بودیم که شرک می آوردیم. یعنی کسانی که در دنیا شرک میارن، به مخلوق سجده میکنن، به مخلوق رکوع میکنن، به نام مخلوق روزه نفل میگیرن، به نام مخلوق عبادت میکنن، در آیه شریف میگه که وقتی که اینا باز عذاب شدید الله را ببینن، باز تمام از اینا تسلیم میشن و میگن که ما ایمان آوردیم به الله و به وحدانیت و یگانگی الله، به الله ایمان داریم با وحدانیتش. بعضی کسا میگن من به الله ایمان دارم لکن توحید عبادت ندارم. اکثرا فالبینا و جادوگرا یا صفات الله را به مخلوق میتن. اینا میگن که ما موحد هستیم لکن موحد نیستن، متاسفانه. و چی هستن؟ شرک آوردن، خود
با الله در صفاتش شریک کردن. بعضی کسای دیگه میگه ما بسیار خوب موحد هستیم، لکن با بزرگای خود سجده میکنن، با قبر بزرگای خود سجده میکنن، با قبرهای بعضی از شخصیت ها سجده میکنن. حتی در این مزار افغانستان حالا میگن کدام راگک شب بند ساختن چند سال پیش، اما تو مردم میبدن گرد قبر، اما تو چی میکردن؟ طواف میکردن. و حتی من در مدینه منوره یک کس را دیدم طواف در کعبه شریف است، منصوص و توقیفی. کعبه تنها مسلمان میتونه که در کعبه طواف بکنه، دیگه جای ما طواف کردن نمیتونیم. حتی ما دیدیم یک کسی در گرد قبر پیغمبر گرد اولی میدوید، اما تو میدوید باز که پلیس میید خودت چپ میگیره، باز اما تو میجام تو میدوید احرامم بسته کرده. عند مدینه منوره در قبر رسول اکرم صلی الله علیه و آله این بیچاره تو عرق کرده بود و خود مسجد بسیار کلان است دیگه، اون تو بده و صاحب ازی اون تو بده و چی کن طواف شروع کرده بود. امور مدینه مامونجا گفتم توی بیچاره رسای کو که این فهمانده نشده. پس بعضی کسا حتی در بعضی از قبرها طواف میکنن. این حال میگه وقتی که اینا عذاب ما را دید باز میفهمه که درس عقیده با دیگه درسا و مجالس چقدر فرق میکنه. معلوم دیگه درسا باشه و مجالس باشه و گپا باشه زود میره. در درس عقیده شیطان نمیمونه، تو که جمعی کمر شیطان هم مشکنانی، از این خاطر شیطان کمرت زود میخواد بشکنانه. این حال بسیاری کساست که کمر از شیطان به شکل از اشکال شکستانده، یک بانه برش پیدا میکنه. الا استاد خوشم نمیاد، الا این مسجد دور است، الا والا سه فلانی گپ از فلانی گپ. به هر صورت آیات قرآن میره میگه که فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. سعی ما با کل از کافر شدیم. باز وقتی که به درد نمیخورم. مهم اینجا است که کلمه وحده یعنی در قرآن عظیم الشان بالله وحده استعمال شده. از این خاطر وقتی که ما توحید میگیم از دل خود جور نکردیم، بلکه کلمه است که از قرآن گرفتیم. همچنان در آیت دیگه که این آیت شریف هم در سوره غافر است، آیت 12 هم دیگه میگه ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. وقتی که مشرکین چی میشه؟ عذاب میشه. بر از اینا گفته میشه که این عذاب الله بر شما به خاطر چی است؟ اذا دعی الله وحده کفرتم. وقتی که الله با وحدانیتش دعوت میشن که او مردم الله را به یگانگیش عبادت بکنین، نکنین نظر به نام مخلوق، نکنین سجده بر مخلوق، نکنین حیوان ذبح پیش قبر مخلوق، نتین صفات الله را به جادوگر و فالبین که تو از غیب میفهمی. دیگه وقتی که الله با وحدانیتش از اینا دعوت میشد کی کارا بکنن؟ کفرتم، شما کافر شدین. این در اینجا هم سعی کنین که اذا دعی الله وحده، پس کلمه وحده و توحید اینجا آمدن. همچنان در آیت شریف دیگه هست که این در سوره الاعراف آیت 70 است. قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده. اینجا همون مشرکین یا کفار بر یکی از پیغمبرها که شعیب علیه السلام بود، به فکر میکنم بر از او استدلال کردن، گفتن تو آمدی اجئتنا لنعبد الله وحده، آیا آمدی که ما الله را به یگانگیش عبادت بکنیم و نذر ما کان یعبد آباؤنا، و ما ترک بکنیم چیزایی را که پدرای ما عبادت میکردن. این آیت قرآن چی را بر ما درس میده؟ از نگاه عقیدتی که اکثرا کسایی که در کفر و در شرک و در بدعت و در اسراف و در حرام واقع میشن، علت اساسیش است که اینا زیاد تمسک می‌ورزن با آنچه که پدرایشان کردن. اگر پدر ما فال دیده ما هم فال میبینیم، اگر پدر ما بت پرستی کرده ما هم بت پرستی میکنم، اگر پدر ما مشرک بوده ما هم مشرک هستم. این منهج ابو لهب و ابو جهل است. بسیاری کسایی که صفاتشان صفات ابو جهل و ابو لهب است،
وقتی که برشان حق گفته میشه میگن نه 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 صاحب شما این گپا رو میگین 40 سال پیش ملاها نبودن که این گپا رو میگفتن 40 سال پیش چرا عروسی اسلامی نبود 40 سال پیش چرا درس توحید نبود 40 سال پیش چرا صاحب اینمی نوروزی بود و اینمی شعله شیرین بود و اینمی نظر برازیا بود فقط استدلالشان به اینمی هست اگه برش بگوییم که امیالی که تو در درس عقیده نمیشینی خب شاید بابا کلان هم در درس عقیده نمیشید اما وقتا علما بودن میگفتن کجا شما رفتین درس از اونا را گوش گرفتین پس همین قسم که بابا کلانای تو در پیش در ساز میدویدن میرفتن حالی که تو میری پدر کلانای تو هم همین قسم بودن در غیر از او علمای سابق هم کتابایی را که ما خواندیم و دیدیم و علمایی که بودن کلشان این بدعت‌ها و این شرکیات و این کفریات از این روز اول که ما صنف نو در مدرسه رفتیم که برای ما استادا میگفتن که نظر عبادت است فقط برای الله شوه و وقتی که سجده میگفت برای الله شوه یک روز ما یک استاد گفتم استاد ببخشی امی نات خواندن و کت تبله یا چطور است امی استاد متعصبش خراب شد مرا گفت این سوال چرا از من میکنی استاد ما را حدیث شریف درس میداد مولوی صاحب عبدالباقی از پغمان بود سلمان متقار سعی کرد گفت تو سوالات هیچ سوال صحیح نیست برو این سوالایی که نات برو کت ساز بخوانی گفت برید از سراهنگ پرسان کو این جای ایگپا در مدرسه نیست یعنی مجرد که میگپا را میداریم اتوا یک حرکت بسیار شد میکرد که آدم از این حرکتش میفهمید که والا این کارا قطعا در دین نیست پس ایناله امی کسایی که برای پیغمبر هم استدلال میکردن چی بود دلیلشان اجئتنا لنعبد الله وحده برای پیغمبر میگفتن آیا تو آمدی برای از که ما الله را به یگانگیش عبادت بکنیم و نذر ما کان یعبد آباؤنا و بگذاریم آنچه را که پدران ما میکردن پدرای ما صاحب بت پرستی میکردن پدرای ما نوروزی داشتن پدرای ما مثلا بدعت ها داشتن پدرای ما شعله شیرین داشتن پدرای ما عاشورا را تجلیل میکردن این خیمه دیگه کل از رو ترک بکنیم پدرای ما در عروسی ساز می آوردن میرقصیدن دخترها را می آوردن بچه‌ها را می آوردن ما صاحب از فلانی جای کابل هستیم مردم ما و رقصندگری بیخی از پدر رواجشان است اینا چی است اینا کلش چی میگن فقط گپش چی است پدر در حالی که سعدی چی میگه پشت نام پدر چی میگردی پدر خیش شو اگر مردی پشت نام پدر چی میگردی باز جای دیگه میگه پسرم وقتی تو را در قبر نهن نگویند که پدرت کیست گویند عملت چیست تو را به پدرت چی ابراهیم علیه السلام پیغمبر بود پدرش بت تراش بود و بت می ساخت آل ابراهیم علیه السلام باید پشت پدر خود میرفت گفت نه خیر من نمیرم علی ابن ابی طالب رضی الله عنه یک نوجوان 10 ساله بود لکن شخصیت عالی داشت وقتی که حق فهمید وحدانیت الله را رسول اکرم صلی الله علیه و آله برش معرفی کرد فوراً گفت مرا که الله پیدا کرده خاص پدرم مشوره نگرفته من به مشوره پدرم به وحدانیت الله ایمان میارم و جوان 10 ساله نوجوان مسلمان شد پس این کلمه توحید اون در تقریبا دیدیم در آیات شریفه هم کلمه وحد آمده همچنان توحید که از کلمه وحده گرفته شده در احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم آمده یک حدیث است که ایره امام احمد رحمه الله تعالی روایت کرده مسند احمد ابن حنبل در جلد 3 صفحه 391 و سنن ترمذی امام ترمذی صاحب هم روایت کرده تحت نمبر 259 و قال حدیث حسن صحیح پس این حدیث امام ترمذی روایت کرده و گفته حدیث حسن و حدیث صحیح است خب ما به خاطر ازی براتون رفرنس میتونم به خاطر ازی که هیچ وقت شما اکثرا کسایی که در شرک و در بدعت مبتلا هستن احادیث میرن قصه ها را از یک کتابی که هیچ معلوم نیست مثلا برش بگویی که اینمی روایت را که تو میگی در کدام کتاب است نام یک کتاب میگه که برو اسرار ملاجانان اما کسی که از حدیث گپ میزنه باید از کتابای معتبر بگویی که مثلا اینی روایت در صحیح البخاری هست وقتی که صحیح البخاری گفتی اینمی السیدی مرا که در تاجیکستان برادرای تاجیک هم که بشنون میگه والله استاد درست است اگه ایرانی در ایران هم بشنون میگه یالا بسیار خوب است واقعا این حدیث صحیح البخاری هست این حدیث صحیح مسلم است از این خاطر اکثرا بدعت ها و شرکیات که در کشور ما و شما نشر شدن ایست که در پل خشتی میرن صاحب یک کتابه که یک کس نوشته کرده و نمونه صاحب در بین مردم چاپ کردن
نه روایتش معلوم است این حدیث از کجا گرفته، یک قصه را شروع کرده و بسیار مثلا چی کردن. پس سند حدیث بسیار مهم است، به خاطر دین ما، کمال دین مقدس اسلام در امی هست که دین مستند است. یکی از مستشرقین خاورشناسا او چی میگفت؟ او میگفت اگر مسلمان ها تنها در تمدنشان in Islamic civilization، اگر مسلم ها در تمدن اسلام تنها همین خدمتی که برای حدیث رسول الله هم کردن، یا بر از یا بسیار متفاوت. چرا؟ میگه چون مسلمان ها احادیث آنقدر غلبیل کردن و خوب ایره تحقیق کردن، احادیث صحیح را کشیدن، احادیث ضعیف کشیدن، احادیثی که دروغ بعضی کسا گفتن کلش کشیدن. با میلیون ها جلد کتاب از در حدیث که کلش بیان میکنه. پس ما چرا این کتاب را نمیخونیم؟ چرا نمیریم روایت از صحیح البخاری نمیگیریم؟ چرا از صحیح مسلم نمیگیریم؟ چرا از کتابایی که علمای بزرگ اسلام مثل شیخ البانی کتابا را تحقیق کردن و میگه برای ما این حدیث صحیح است، این حدیث ضعیف است، این نفر که حدیث بیان کرده آدم خوب بوده، اینی آدمی که این حدیث روایت کرده از جمله دروغگویای مشهور است، پس حدیث از این دروغگو گرفته نمیشه. چرا ما خود زحمت نمیتیم؟ و خصوصا در مسائل اعتقادی. به هر صورت این حدیث شریفه که امام احمد رحمه الله و امام ترمذی رحمه الله اینا روایت کردن. چی میگن؟ از جابر رضی الله عنه روایت میکنه که رسول اکرم صلی الله علیه و آله گفت که یعذب الناس من اهل التوحید فی النار. این از کلمه توحید در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله آمده، یعنی خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله این کلمه را استعمال کرده. ما میگیم عقیده توحید، سند داریم. این چی میگه در حدیث شریف؟ هدف ما و شما کلمه توحید استعمال در احادیث است، لکن حدیث هم میخوانیم به خاطر که معنایش هم بفهمیم، ازش هم استفاده میکنیم. میگه یعذب ناس من اهل التوحید فی النار. الله ما و شما را حفظ بکنه، الله حفظ بکنه. بسیار خطرناک است درباره ما و شما است، الله حفظ بکنه. میگه که یعذب الناس، عذاب کرده میشه و مردمان از اهل توحید موحدین در کجا عذاب میشن؟ در فی النار، در آتش دوزخ. پس دوزخ تنها برای کافر نیست، دوزخ تنها برای مشرک نیست، دوزخ تنها برای مرتد نیست، برای منافق نیست. اینا دوزخ فرق میکنه که یکی دوزخ برای کافر و منافق است، گناه دائما و خالدین فیها ابدا هست، و یکی برای انسانهای موحد و یکتا پرست که اینا با وجود موحد بودن خود گناه میکنن، حق مسلمان میخورن، به حرام مبتلا هستند، به گناه ها مبتلا هستند، و در مقابل لذت و زیبایی ابدی دنیا خودت به یک لذت موقت دنیایی خودت مبتلا ساختن. دیروز یک قاری صاحب بود، من خیز گفت که تصور کنین یک نفر به خاطر یک دختر بدکاری رقاصه 70 حور جنتی که در انتظار عزیز دور از دست میده. چرا از دست میده؟ به خاطر از اینکه به گناه مبتلا میشن. و دلیل چی است؟ این همی حدیث شریف است که یعذب و عذاب کرده میشه ناس، مردمان من اهل توحید. خوب فکرتان نبگیرین، تو نگوین که ما والا موحد هستیم، یکتا پرست هستیم، عبادت به غیر الله نمی کنیم، صفات الله را بر کس نمیتیم، افعالش نمیتیم، ما دیگه قرار در غندی خیر بشینیم، هر کاری که کردیم خیر است. نه، یعذب و عذاب میشن ناس، مردمان من اهل توحید فی النار حتی یکونوا حمما. الله حفظ بکنه. میگه یا مثل چی واره میشه؟ حمم. اینه میگن در مصوب یک شرح حدیث همیره کلمه را پیدا کردن، باز اونا گفتن حمم یعنی چی را میگن؟ فحم زغال سنگ میگن. میگه اینمی اهل توحید در عذاب الله در دوزخ عذاب میشن حتی یکونوا حمما، تا ای که اینا صاحب مثل زغال سنگواره سیاه میگردن. الله حفظ بکنه، الله سبحانه و تعالی حفظ بکنه ما و شما را. کل ما گناهگار هستیم و خصوصا در این شرایط و در این وقتی که ما و شما هستیم، این خب وقت آخر الزمان است، فتنه ها زیاد است. صبح نفر مسلمان میباشه دیگر کافر میشه، دیگر مسلمان میباشه صبح کافر میشه. ما و شما با چشم خود همین تلویزیون ها و اینترنت سعی کنید یک نفر خوب مسلمان است، یک دفعه سر یک آیت قرآن رشخند میزنه، سر یک حدیث پیغمبر رشخند میزنه، سر ریش رشخند میزنه، مخالفت با درس عقیده میکنه، خوب مولوی هست،
خوب عالم است، خوب شیخ الحدیث است، که امریکایی خوب دوست است، او را تایید میکنه، مردی از او را شهید میگه، مردی از او را توصیف میکنه، مسلمان است مثلا بد میگه، شهید مسلمان مردار میگه. سبحان الله، انا لله و انا الیه راجعون. بسیار وقت است که الله ما و شما را در پناه خود حفظ بکنه. با جز از اینکه ففروا الی الله، با جز از اینکه انسان فرار بکنه به الله و به الله رجوع بکنه، دیگه بسیار شرایط است که حتی بسیاری مردم از دست این مردمای منافق امی دین پیششان بیخی ایران ماندن که چطور کنیم، هیچ ایران ماندن که حالا این طرف بریم اون طرف بریم چی کنیم، یعنی تو برشان چی کنیم. چرا؟ اهل فتنه و علمای سوء و علمای دنیا طلب و مردمایی که به خاطر دنیا آخرت خدا دین خدا فروختن بسیار زیاد شده متاسفانه. به هر صورت میگه که این مردمایی که در آتش دوزخ از اهل توحید یا عذاب میشن، به سوی اینا عذاب میبینن تا که اینا مثل یک سنگ زغال وارکزه که زیاد در میگیره. همما باز چی میشه؟ میگه ثم تدرکهم الرحمه، باز چون موحد هستن، یکتا پرست هستن، رحمت الله اینا را باز درک میکنه و مستحق رحمت الله میشن. فیخرجون و یطرحون علی ابواب الجنه، باز میگه اینمی موحدینه که به اساس گناه مال مردم. حال بسیار متاسفانه ما حتی در دعوتگرای اسلام میگه من از بیگانگان هرگز ننالم که بر من هر چی کرد آن آشنا کرد. دل ما را بسیاری وقتا اما خوب دیندارا کفاندن. چرا که او دیندار یک نفر میخواد دعوت به اسلام بکنه لکن وسایلش حرام. ما والا صاحب دعوت اسلام میکنم، خب دعوت اسلام میکنی، ما اینمی دعوت اسلام میکنم، اینمی مایک است، امی کس که مایک خریده برای من اجازه را میده که من میگم دعوت بکنم. او خریده که نه ای باید این قسم کار شه، ما را گرفتیم سب به دل خود ما والا دعوت اسلام میکنم. اگر این مایک ما حرام باشه، اینمی کامپیوتر که ما گرفتیم، این کسایی که این کامپیوتر را برای انتشارات گرفته برای من اجازه میده که من همین قسم دعوت بکنم یاری نه باید. پس بسیاری کساس متاسفانه که والله سه ما کار دین میکنم در حرام مبتلا هست. بعضی کسا هست که میگن والا ما کار دین میکنم، بزرگترین ضربه به کار دین با اونمو تقوای خود میتن. از این خاطر باز به این فکر است که من خوب آدم هستم و من موحد هستم و ما صاحب نماز خوب زیاد میخوانم و ما دیگه در گندی خیر شدیم. با خدا که این از این حدیث شریف بی که اهل توحید میگن که یعذب ناس من اهل توحید فی النار حتی یکونوا حمما ثم تدرکهم الرحمه، باز اینا را رحمت الله درک میکنه. فیخرجون، پس اینا باز کشیده میشن، و یطرحون و انداخته میشن علی ابواب الجنه، در جنت هم انداخته نمیشن در دروازه های جنت. قال باز میگه که فیرش علیهم اهل الجنه الماء، باز جنتی ها میگن که والا همین مردم خو فیرش علیهم اهل الجنه الماء فینبتون کما ینبت القثاء فی حمالة السیل، باز گفت اهل جنت میبراین و سر از اینا آب میرن از جنت. ایناله از اینجا اول درس گرفتیم که کلمه توحید خود رسول اکرم صلی الله علیه و استعمال کرده و در این حدیث صحیح آمده است. و دیگه گرفتیم درس دیگه ازی که متوجه باشن انسانهای موحد که ولو که تو موحد هستی معنی زیر نمیته که از حرام حساب نمیشی، از حلال حساب نمیشی، از کارهای خوب حساب نمیشی. به خاطر رسیدن به هدفت هر کس دلش بشکنان، هر کس تومت بکو، بهتان بکو، مردم بدگویی بکو. سبحان الله. دیروز من خواندم عبدالله انصاری میگه، شیخ عبدالله انصاری گفت کعبه خانه است که آن را ابراهیم بنا کرده و این قلب مسلمان خانه است که الله بنا کرده. تو کعبه را بسیار احترام میکنی و قلب مسلمان میرنجانی. احیانا آدم از بعضی کسا تو ضربه میبینه از خوبترین و نزدیکترین دوست خود دمی قلب آدم اما تو تیر میزنه که دلت از زندگی سیاه میکنه. چرا؟ به خاطر از اینکه این بسیار بی تفاوت است در مقابل از اینکه والله ما صاحب موحد هستم، والله صاحب ما یکتا پرست هستم، ما والله صاحب عقیده‌ام خوب است، دیگه هر کس توهین کردم، تحقیر کردم، بد اخلاقی کردم، قلب مردم شکستاندم. در حدیث شریف دیگه هم آمده که
امام مسلم یه حدیث در صحیح مسلم آمده، صحیح مسلم از جابر رضی الله عنه از رسول اکرم صلی الله علیه و آله روایت میکنه که در بخش حدیث آمده که فاحل بالتوحید، پس این امو چی کرد؟ به توحید چی گفت؟ گفت لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. پس این حدیث شریف هم اون کلمه چی آمده؟ کلمه توحید آمده که در حدیث شماره 2137 صحیح مسلم ای آمده. خب این بود معنای کلمه توحید و آمدن توحید در قرآن و حدیث. میم در توحید در اصطلاح چی میگن؟ توحید در اصطلاح قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما برادر عزیز تعریفات خود از تعریفات فلاسفه نمیگیریم، تعریفات خود از تعریفات کسایی که به منطق و فلسفه و علمای کلام و فلانی است متأثر هستند از اون نمیگیریم. ما همیشه از قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. پس تعریفی که آنچه که توحید که در قرآن است و چی است در اصطلاح؟ ایمان و تصدیق به یگانگی الله سبحانه و تعالی. اول قلبا مطمئن باشی، ایمان داشته باشی به یگانگی الله سبحانه و تعالی و این تصدیق بکنی که الله ذات یگانه هست در ذاتش، در افعالش، در صفاتش، در عبادتش. ایمان داشته باشی و این تصدیق بکنی. آنچه که توی ایمان آوردی حالا تصدیق قلبی داشته باشی که بله آنچه که من میگم این واقعا راست است و این تصدیق میکنم. در ذات، صفات، افعال، عبادت، نامها و قانونش، در ذات الله، در صفات الله، در افعال الله، در عبادت الله، در نامهای الله و در قانون الله. باید در اینجا تو موحد باشی. آیات کل چیزی مستنبط از آیات قرآن و احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است و یکی از اینه ما به خاطر ازی که من کتاب خود که نوشته میکنم برای زندگی خود نوشته نمیکنم. اکثرا کتابای من تابال چاپ نشده. بعضی کسا گفتن چطور است یا چه هم گفتم برادر ما که کتاب نوشته میکنیم ایره به خاطر بعد از مرگ خود نوشته میکنیم که باقیات صالحات ما باشه. چون ایره به خاطر مرگ خود نوشته میکنیم هیچ وقت گپی که مخالف قرآن و سنت باشه که باز در قبر ما عذاب شویم این کارا نمیکنیم. آنچه که میگیریم از قرآن و سنت میگیریم. کس قبول کرد خوشش آمد اهلا و سهلا، کس قبول نکرد خودش میفهمه و مطالعهش میفهمه یا هر چیزش. پس توحیدی که ما او را از قرآن عظیم الشان استنباط کردیم و علمای موحد و یکتا پرست که اونا ایره استنباط کردن ما از اونا یاد گرفتیم که در اون جمله مثلا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است، در اون مثلا ابن ابی العز حنفی رحمت الله علیه است که شرح عقیده طحاویه را نوشته کرده، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کتاب فقه اکبر را نوشته کرده، امام ملا علی قاری رحمت الله علیه که شرح فقه اکبر کرده. اینی علما و دیگه علمای دیگه که مثلا در دنیا هست مفسرین کرام و علمای بزرگ اسلام اینا که نوشته کردن، پس از این ما استفاده کردیم. پس خود توحید چی است که ایمان و تصدیق به یگانگی الله سبحانه و تعالی است در ذاتش، در صفاتش، در افعالش، در عبادتش، در نامهاش و در قانونش. یعنی چی معنی؟ یعنی که باید اول تو موحد باشی در ذات الله سبحانه و تعالی. ذات الله چه قسم تو موحد شده میتونی؟ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد. الله بی نیاز است. از چی بی نیاز است؟ از پسر، از دختر، از مادر، از پدر، از سکرتر، از رئیس دفتر، از واسطه، از وسیله، از کسی که برای از او خبر برسانه یا کسی برای از او پیام برسانه. الله سبحانه و تعالی از کل اشیا بی نیاز است. پس تو موحد هستی ذاتش. چرا؟ الله سبحانه و تعالی در ذات خود ذات یگانه هست. از این خاطر گفته لیس کمثله شیء. وقتی که ذات الله را سرش فکر میکنی زیاد فکر نکن، فقط امر الله را آیت قرآن در نظر داشته باش که لیس کمثله شیء. اگر الله گفت ید الله باید ید الله را تحت کدام چوکات بفهمی؟ تحت چوکات لیس کمثله شیء. باید این تشبیه نکنی، تمثیل نکنی، تعطیل نکنی و این مثلا با صفات مخلوقات هیچ مخلوقه
لیس کمثله شیء. در صفات الله سبحانه و تعالی همچنان وقتی که در صفات الله می باید بفهمی که الله صفات خاصی داره و انسان ها صفات خاص خود دارن. مثلا من صفات دارم، صفات مخلوقی هست، پس من احیان مرا خو میگیرن، احیان مرا پینگی میگیرن. الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ما احیانا که اگه روز که خسته باشم قرارم تو شیشتم کلمه پایینه استاد اینو چی میگن؟ اینو سنه میگن در زبان عربی. چی میگن؟ سنه. پس این من مخلوق هست، عاجز هستم، خو نکنم، وضعیتم خرابه. نوم خوابم یک خوب سی خرافوش بود. این حاله وقتی که میای بس صفات مخلوق باید با صفات خالق. لا تأخذه سنة ولا نوم. نه سنه میگیرش و نه هم نوم. پس این چرا؟ خالق هست دیگه، ذات کبریا هست، ما هستیم مخلوق هستیم. پس در صفات الله باید صفات مخلوق بشناسیم. مخلوق صفات خراب دارن، بسیاری وقتا اشتباهات دارن، صفات خوب هم دارن، صفات خراب هم دارن. لکن صفات خوب ما هم صفات ضعف است. مثلا عالم هستیم، مخلوق عالم است، بله عالم است، الله عالم است، بله عالم است. پس این هر دوش یک چیز شد؟ نه، عالم بودن خالق با عالم بودن مخلوق بسیار فرق میکنه. چی فرق میکنه؟ فرقش این است که ما علم ما اول جاهل بودیم، باز عالم شدیم. دیروز ما گپ نمیفهمیدیم، حالا نو میفهمیم. پس علم ما با علم الله، علم قدیم است. الله سبحانه و تعالی عالم الغیب و شهاده. ما اینی کسایی که در اتاق سیار علم دارم اما بیرون اتاق نمیفهمم، من مخلوق هستم. لکن الله سبحانه و تعالی عالم غیب است، از داخل و بیرون کل دنیا. ما از ظاهر تو را میبینم، از قلبت خبر ندارم، اما الله آنچه که در قلب تو میگذره میفهمه. پس ما باید این چی است که توحید در اصطلاح چی است که در ذات الله یگانگیشه، در صفاتش و در مسئله عقیده انسان زود همه چیز از دست میده. از این خاطر کسایی که درس عقیده نخواندن یک همه اکثرش مشکل پیدا شد، میرسه پیش یک فالبین. او فالبین صاحب این 16 قسم بازی میکنه. یکی از قصه های جالبه که اما برادر عزیز ما که موحد ما که الحمدلله به یک برادر موحد و داعی مبدل شدن، تخلص خدا تا داعی مانده. همین میگه یکی از قصه های فالبینی خدا روز برام کرد و رو ثبت کردیم، یک 2 برنامه دیگه هم که ثبت کردیم که باش مردم خوب بفهمن. میگه یک فامیل بودن، هم پدرشان پیش میامد هم دخترایش پیش میامد. باز برای پدرش تعویض میدادم، گفتیم این تعویض بگی که دخترایت سر تو چیز نکنه، دیگه اعضای فامیل ببری این در زیر قرآن شریف بان. بازی پدرش همین تعویض مرا با اون ساختمان تاش میبردم زیر تعویض من. باز من میفهمم که این دخترایش اومد، او پدرش پت از دخترا میامد، دخترا پت از پدر میامد. من میفهمیدم که این دختر عزیز فلان. باز من چی میکردم؟ برای دخترش میگفتم که پدر شما یک تعویض کرده در زیر قرآن شریف در خانه تان. از پدرش پرسیدم میگم این قرآن شریف شما در کجا میمونین؟ و میگفتم ما در فلان جا قرآن شریف ماندیم. باز در زیر از چی است؟ قرآن شریف تان چند تا پوش داره؟ صاحب این 5 6 تا پوش داره. در این پوش ششمی یا پنجمیش بریم امیر بان. باز دختراش که میامد باز میگفتم که برین تعویضی که سر شما شده در پوش پنجمی در زیر قرآن شریف همین پوش است. بازی دخترها که میرفتن اوه این عالم الغیب که حتی از خانه ما از تعویض ما در زیر زیر قرآن شریف بازی رسالت میگرفتن. خب باز دیگه از پدرش میگه دخترها رو میگفتم وام خیال ما چی کنیم؟ میگفتم شما برین پدرتون براتون یک تعویض میدم برین غمش بخورین. چی کنیم؟ دمی زیر توش بالش تزی، دمی زیر بالش تزی رسالت چخ کنیم. باز پدر از که میگه صاحب ما وضعیتم خراب است، باز برای زوام یک میگه تو مرا که روی تالیت سعی کردم که تو بسیار آدم چیزی هستی و دلتنگ هستی و چطور هستی چه هستی. باز میگه که صاحب ایناله ما پرام تعویض کردم. مرا چطور تعویض کردم؟ بکشم تعویض تا برو امیر زیر بالش تا چیز تو سال کو در پشت چندم چیز فلانی در زیر بالش تو صاحب اینمی تعویض است. این صاحب مردا که میرفت این صاحب سوار از پدرش هم عقیده میکرد که این صاحب
ای فالبین صاحب چی است؟ عالم الغیب است. اینال با اینمی عقیده پدرم کافر شد و پیسرم آوردن صاحب برای فالبین دیدن. فالبین هم صاحب خوب ساعت خود دیده. اینال الله برای ازمی فالبین، الله برای اینمی انسان که در جای سید جلال آقا در پشت در کارت پروان در پشت مکتب رابیا اونجا خوب آدرس هم داشت و 19,000 تقریبا 400 گفت یا 600 نفر چیز هم داشت. این صاحب الله را هدایت میکنه چون بیچاره نمیفهمید، فکر میکرد این کارهایی که من میگم کارهای خوبه. وقتی که این صاحب سیدیای اسلامی را شدید، ببینید سیدیای اسلامی را اکثرا فالبینا و جادوگرا و یگانتا که در شرک مبتلا هستن یا چرا میگن سیدیای استاد دایره نشنوین، سیدیای مولوی عابد نشنوین، سیدیای مولوی متوکل نشنوین، سیدیای مولوی مصطفی را نشنوین، خی سیدیای کی را بشنویم؟ برین سیدیای گلزمان را بشنوین، برین از سراهنگ بشنوین، برین از گوگوش بشنوین که سخی شیر خدا دردم دوا کرد، مناجات مرا پیش خدا کرد. یعنی سخی شیر خدا درد مرا دوا کرد در حالی که درد انسان الله دوا میکنه و مناجات مرا امو که پیش مشرکین میرفتم پیش دی بود چرا میریم؟ افلا یقربونا الی الله. این مناجات مرا من خودم که با خدا مناجات کرده نمیتونم، یا العیاذ بالله خداوند مهربان نیست که گپ ما بیچاره را بشنوه. باز من رفتم در سخی جان بازی مناجات مرا، این بازی ها باز برای مردمه که از سیدیای صدایی کده برو گوگوش بشنو، برو گل زمان بشنو، برو استاد سراهنگ بشنو، برو ایره بشنو. استاد رحیم بخش الهی زلیخا عزیزت بمیرد که یوسف به تخت تجمل نشین. آیا یوسف علیه السلام یک مرد پاک با دیانت سر یک زلیخایی که با نص قرآن زناکار بودنش ثابته؟ آیا یوسف که با قدر پاک بود و الله او را حفظ کرد او باز عاشق امت یک زن فاسق و فاجر زناکار میشه؟ و آیت قرآن میگه که الطیبات للطیبین، دخترهای پاک نصیب پسرهای پاک میشن. الخبیثات للخبیثین، دخترای زنای خبیث نصیب مردهای خبیث میشن. به هر صورت میم سرازی که گپ سرازی هست که جهل است که صفات خالقه برای مخلوق میده، جهل است و جهل سبب کفر است. اکثرا کسایی که کافر میشن جاهل است، اکثرا کسایی که مشرک میشن جاهل است. از این خاطر ما و شما باز حکم توحید میخوانیم که فهمیدن درس عقیده و توحید سر هر مسلمان فرض عین. یعنی که تو دمی درس ششتی 5 وقت نماز سرت فرض عین است، قبل از نماز درس توحید سر تو فرض عین است. در این درس که تو میایی یک فرض ادا میکنی و این درس ترک میکنی، تو در حقیقت یک فرض ترک کردی. و یک انسانی که یک فرض ترک میکنه فرض دیگه را که ترک میکنی گناهگار میشی. این فرض عقیده را که ترک میکنه کافر میشه. به این خاطر ایمان و تصدیق به یگانگی الله سبحانه و تعالی در ذات، صفات، افعال، عبادت و قانونش میباشه. بسیاری کسا در قانون بسیار مردم هست در عصر دموکراسی با کفر مبتلا میشه نمیفهمه. بعضی کسا میگه والا من مسلمان هستم خو سوسیال دموکرات هستم، کسی میگه که من مسلمان هستم لیکن سوسیال دموکرات. گفتم تو برای من تشریح کن که چی میگم این سوسیال دموکراته که ما بفهم که سوسیال دموکرات یعنی چی. هم مسلمان هستی هم سوسیال دموکرات؟ باز گفت من مسلمان هستم و سوسیال دموکرات. خب چی معنی سوسیال دموکرات؟ گفت یعنی من خدا را به یگانگی و وحدانیتش قبول دارم اما اقتصاد سوسیالیستی را میپذیرم. اقتصاد سوسیالیستی. ما باش گفتم که سوسیال دموکراتیان این خوش قسمی نمیشه. چرا نمیشه؟ به خاطر که در کلمه لا اله الا الله ما میگیم که لا نیست، اله هیچ کسی که ذاتش عبادت شوه و قانونش تطبیق شوه الا الله بغیر از الله. قانون
اعتقادی باشه، خواه قانون عبادتی باشه، خواه قانون سیاسی باشه، خواه قانون اخلاقی باشه، خواه قانون اجتماعی باشه، اقتصادی و مالی. هیچ کسی شایسته تطبیق از این قانون نیست الا الله بغیر از الله. پس وقتی که تو میگی که وحدانیت الله را قبول دارم، پس تو نصف دین قبول کردی. سگن اله چی میگن که ذاتش عبادت میشه و قانونش این باید اردوش میگه نه من این قبول دارم که ذات الله عبادت شود، اما قانون الله. پس افتؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض. آیت قرآن میگه آیا شما با بعضی کتاب بعضی قرآن قبول دارین، نماز و روزه و حج و زکات قبول دارم ای از اسلام، و اقتصاد و سیاست و ایگپا از دموکراسی و از غیر مسلمان ها و از امریکا و از فرانسه و قانون فرانسه و قانون سوسیالیست و چرا این چی میشه؟ افتؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض. شما به بعضی از کتاب ایمان میارین، به بعضی دیگه فما جزاء من یفعل ذلك منکم. پس جزای الله برای ما میگه که پس جزای کسی که این قسم اعتقاد داره چیز جزایش؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، در دنیا تو بسیار ذلیل میشی. اما کسی که تو را بسیار احترام میکرد امروز میگه لعنت خدا سر که تو قانون امریکا و غرب نسبت به قانون الله ترجیح میدی. دوستی کافر و بیدین و مرتد نسبت به دوستی الله و رسولش ترجیح میدی. خزی فی الحیات الدنیا. خوب شریف بودی و خوب مردم دستایت امواج میکرد و خوب مردم برات احترام میکرد، لیکن با اینمی کارت الله ذلیل ساخت. و ما و شما این چیزا را با چشم خود میبینیم که یک نفر یک روز که مسلمان واقعی است در اوج عزت است، اما یک روز دیگه ببینیش در ترین مرحله ذلت است، کلگی ازش نفرت میکنن. این چرا؟ به خاطر از اینکه آیت قرآن است. افتؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزی. ذلت و خواری هست فی الحیات. و یوم القیامت یردون الى اشد العذاب. و در روز قیامت آل خود دنیا ذلیل شدن از قلبت میکنه. از این خاطر برادرای عزیز و محترم، توحید در اصطلاح چی است؟ که با وحدانیت الله در ذاتش با الله کس را شریک نسازد و در صفاتش صفات الله را به کس به مخلوق ندهد و در عبادتش آنچه که عبادت است ایره بر مخلوق ندهد. کی کافر شد؟ اولین کافر کی بود؟ اولین کس که لعنت شد کی بود؟ اولین کسی که از بین رفت کی بود؟ شیطان ابلیس. چرا؟ ابا و استکبر و کان من الکافرین. تکبر، حسد. بسیاری کسا بسیار خوب آدم است، لکن تعصب قومی، تعصب زبانی، تعصب مذهبی ایرسد به کفر مبتلا میکنه. ما اشتباه کردیم پارسال، ما اشتباه نکردیم، ما هم اشتباه کردیم. حالا ما هم یک وقت برای ما همی صاحب بزرگوارای فامیل ما گفته بود که دودی نشته میکنی نشته که فرعون هامان شداد نمرود. ما هم نشته میکردیم، لیکن روز فامیلی همی کفر است. الهی بد کرد. ما هم وقتی که محصل بودیم نمیفهمیدیم موسیقی را، ما هم موسیقی میشنیدیم، لیکن روزی که فهمیدیم که موسیقی حرام است و دیدن به طرف دختر نامحرم حرام است، رقص زن نامحرم دیدن حرام است، شنیدن صدای امی آوازخوان زن که میشنوی، حتی در یک جای مخان والله اعلم روایتش دقیق نمیفهم که در گوش ازی سرد پر میشه و گوشه که صدای زن نامحرم است سازنده را میشنوه. این خواندنایی که زنها هست و پیش ازی شیشتن. الله این چیزا بیخی رواج بود، ما هم نمیفهمیدیم. وقتی که خواندیم توبه کردیم. اونو برادره که تا دیروز خودش میگه 19,000 و چند صد نفر ما مرید و مقتدی داشتم، اینا هم سه وقتی که حق فهمید توبه کرد. والا ما صاحب یک کاری میکردم که در شرک مبتلا بودم. یک وقت ما صاحب
صبحی روز نوروز یک چیز میگرفتیم، یک دانه فرشک هم میگرفتیم، کل ما میرفتیم حالا که جنده بالا میشه، حالا غرغرانک بخیر و حالا بیا سر قبرا بشی و کباب بخور فلان. ما هم نمیفهمیدیم، ولی روزی که فهمیدیم که اینمی مخالف اسلام است ترکش کردیم. پس تو هم میتونی که تعصب نکنی، تکبر نکنی، حق بپذیری. خب در ذات، صفات، افعال، عبادت، نامها و قانون الله سبحانه و تعالی را گفتیم. و همچنان سکنین توحید تنها به این اکتفا نمیکند و همچنان عمل مطابق این ایمان باید مطابق از این عمل بود. تو که موحد هستی و تو نمیشه که والا من موحد هستم، ایمان دارم به الله و تصدیق دارم به وجود الله، لکن من میرم قرآن شریفه در کثافت دانی میپرتم. اگر تو ایمان میداشتی، یک عالم گفتیم صاحب شما خود میگین که ایمان اقرار به زبان و تصدیق به قلب است. خیم یک نفر که قرآن شریفه در بین باطل دانی میپرته، این خیش رو کافر میگن، اونا ایمان هم داره، تصدیق به قلب هم داره. گفت اگر ایمان میداشت، ایمانش برش این حق نمیداد که قرآن در کثافت دانی پرته. معلوم میشه که ایمان صحیح نداره. یا یک کس میره پیش بت سجده میکنه، یا یک کس میره به قبر یک شخصیت بزرگوار سجده میکنه، به قبر رسول الله میره سجده میکنه. میگه اگر این ایمان میداشت موحد میبود، ایمانش رو اجازه نمیداد که به غیر الله سجده بکنه، به غیر الله نظر بده. پس معلوم میشه که ایمان نداشت. پس از این خاطر توحید چی است که عمل مطابق همین ایمان باشه. و چهارم نقطهش سکنین ایمان یک شد، تصدیق دو شد. فهمیدین یعنی اول چی بود؟ ایمان، دومش تصدیق، سومش چی هستن؟ عمل مطابق ایمان ها. عمل مطابق ایمان باشه. که تو میگی من موحد هستم، پس توحید تو را اجازه نده که به غیر الله سجده بکنی، ولو که بچه فیلم باشی. حال بسیاری پالوانا و تکواندو بازا خوب فکرتان باشه، همین جوانایی که زیاد در سپورت چیده، سپورت ما هم صبح که سپورت میکنیم، نیست که سپورت تنها حق تو هست که والا من سپورت میکنم، کل ما سپورت میکنیم، ما هم سپورت میکنیم، اما سپورتی که ما میکنیم باید عقیده خود در سپورت حفظ بکنیم. این نقطهش چی است؟ که رعایت ادب و اخلاق به آنچه ایمان بود. حالا ما ایمان داریم به قرآن، بسیاری کساس ایمان به قرآن میگه دارم، لکن باز وقتی که سر فکایی آمد العیاذ بالله مشهودیم به گوش خود سر خداوند فکایی میگن، سر پیغمبر فکایی میگن. حتی دیروز یک بچه دمو یک درس ما رفته بودیم، میگه در فکایی روان کرده، حذیق کردن اینی نفر مطلقاً کافر است. میگه در موبایل بر ما روان کرده، خاصه سر مردم کدام ولایت نام شگرفت ما نام شده میگه رشخند میزنه. باز برازو نشته کرده که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، متن حدیثه که وقتی که فلانی ولایت مردمش پیدا میکرد، باز ملائکه خنده میکردن. این کفر است که حدیث به طرف کرد من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. اینا کسی که اینمی در موبایل خود نوشته میکنه و با مردم روان میکنه، این فکر میکنه من مسخرگی میکنم سر یک کس که پیغمبرات رو گفتن. امیر دیروز در درس یک بچه که آمد برای ما گفت در موبایل ما آمده، مطلقاً این کفر است. از این خاطر توحید در اصطلاح اینمی 4 بخش اساسی است که تو باید اخلاق هم با الله، ادب با پیغمبرش، با کتابها، با صحابه کرام. از این خاطر ما شما نام پیغمبر که میگیم محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. ابوبکر چی میگیم؟ رضی الله عنه. ابو حنیفه رحمت الله علیه. ادب که کلگی مراعات میکنیم. ان شاء الله تعالی الله سبحانه و تعالی کل ما شما را توفیق نصیب کنه که انسان های با ادب باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.